من یک پسر هستم. به انگلیسی می شود I am a boy. I یعنی من، am یعنی هستم، a یعنی یک، boy یعنی پسر. تو یک دختر هستی. به انگلیسی می شود You are a girl. You یعنی تو، are یعنی هستی، a یعنی یک، girl یعنی دختر. او یک پسر است. به انگلیسی می شود He is a boy. He یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. boy یعنی پسر. او یک دختر است. به انگلیسی می شود She is a girl. She یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. girl یعنی دختر. من یک شاگرد هستم. به انگلیسی می شود I am a student. I یعنی من. am یعنی هستم. a یعنی یک. student یعنی شاگرد. او یک معلم است. به انگلیسی می شود She is a teacher. She یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. teacher یعنی معلم. ما شاگرد هستیم. به انگلیسی می شود We are students. We یعنی ما. are یعنی هستیم. students یعنی شاگردان. آنها معلم هستند. به انگلیسی می شود They are teachers. They یعنی آنها. are یعنی هستند. teachers یعنی معلمان. من یک برادر هستم. به انگلیسی می شود I am a brother. I یعنی من. am یعنی هستم. a یعنی یک. brother یعنی برادر. تو یک خواهر هستی. به انگلیسی می شود You are a sister. You یعنی تو. are یعنی هستی. a یعنی یک. sister یعنی خواهر. او یک پدر است. به انگلیسی می شود He is a father. He یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. father یعنی پدر. او یک مادر است. به انگلیسی می شود She is a mother. She یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. mother یعنی مادر. او یک دکتر است. به انگلیسی می شود He is a doctor. He یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. doctor یعنی دکتر. او یک نرس است. به انگلیسی می شود She is a nurse. She یعنی او. is یعنی است. a یعنی یک. nurse یعنی نرس. من یک کارمند هستم. به انگلیسی می شود I am an employee. I یعنی من. am یعنی هستم. an یعنی یک. employee یعنی کارمند. آنها شاگرد هستند. به انگلیسی می شود They are students. They یعنی آنها. are یعنی هستند. students یعنی شاگردان. این یک کتاب است. به انگلیسی می شود This is a book. This یعنی این. is یعنی است. a یعنی یک. book یعنی کتاب. آن یک قلم است. به انگلیسی می شود That is a pen. That یعنی آن. is یعنی است. a یعنی یک. pen یعنی قلم. این یک خانه است. به انگلیسی می شود This is a house. This یعنی این. is a یعنی یک. house یعنی خانه. آن یک مکتب است. به انگلیسی می شود That is a school. That یعنی آن.
is یعنی است. A یعنی یک. school یعنی مکتب. امروز یاد گرفتیم ضمیرها، فعل بودن، اسمهای خانواده، مشاغل و اشیاء و مکانهای ساده. حالا می توانید هر روز چند جمله بسازید و تمرین کنید. با تمرین روزانه خیلی زود انگلیسی را با اعتماد به نفس صحبت خواهید کرد. سپاس از شما که با من یاد گرفتید.